سلام، من مارال هستم، مربی مجموعه اسپین. امروز میخوایم حرکت مبتدی مثل پل رو به شما آموزش بدیم. بچهای ما تازه شروع کردن به کار، میخوایم حرکت پل رو برای شما نکته به نکته آموزش بدیم. لطفاً با ما همراه باشید. برای زدن حرکت پل اول بچه‌ها میشینن، بعد میخوابن. قبل از اینکه این حرکت رو بزنیم ما حتما بدن بچه‌ها رو گرم کردیم. بچه‌ها بدنشون آماده شده برای حرکت پل. اول بچه میخوابه، بعد دستشو کامل میبره بالا، نشون میده کف دست کامل به سمت بالا میشه. پاها یه مقدار جمع میشه، خم میشه. پا حتما باید به اندازه عرض شونه باز باشه، فشار پا باید خیلی باشه. دست خم میشه به سمت پایین. فشاری که روی دست ها میاد و پا باعث میشه کمر از زمین بلند میشه. کمر رو میکشیم بالا، نگه میداریم. حتما برای حرکت پل باید آرنجا صاف بشه. یه نکته که بچه ها همیشه اشتباه میکنن اینه که آرنجاشون رو خم نگه میدارن. حتما باید آرنجا صاف بشه. بچه ها باید کمرشون رو تا جایی که میتونن بکشن بالا نگه دارن. برای زدن پل بچه ها باید دستشون از قبل حتما گرم شده باشه. این پلی که زدین یه پلیه که بچه‌هایی که تازه شروع میکنن به اومدن کلاس های مجموعه ما حتما از روزهای اول شروع میکنن به یادگیری این حرکت ها. البته با استفاده از بدنسازی این حرکت ها بچه ها تقریبا یاد میگیرن توی یه ماه یه پل قشنگ بزنن. ما انواع پل داریم، میتونیم پل پاساف بزنیم که ما بهش میگیم پل سرسره و به ترتیب پل های دیگه. پل یک حرکت خیلی مهمیه که از روی حرکت های پل میتونیم حرکت های قشنگی مثل بالانس پل، قوس جلو و قوس عقب هم بچه ها برای ما اجرا کنن. دست بالا نگه دارین، پاها رو جمع میکنیم، دست ها زمین، کمر رو میکشیم بالا. گفتم حتما دقت داشته باشید آرنج ها صاف شه. بچه ها خودتون نگه دارین پلتون رو، من میشمارم براتون تا 10. مرسی، نگه دارین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا هلن شما پلتو پاتو جمع کن، سرسرش کن. پل سرسره. قشنگترین پل این پله که پا سرسره میشه توش.